دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 27 مارت سال 2026 می باشد. قرار داریم در باغ من دهه چهارباغی ورزوب. حاضر من به شما یک نمودی دیگری نو به شکل دراری گلوس رو نشان میدیم. این رو هم من از اینترنت آموختم و به شما نشان میدیم. ما گلوسی که سال گذشته پیوند شدگی بود، قدش 1.5 متر، لیکن این 2 متر میشد، نقصتر بود. خیلی ما هم قدر داشتیم، شنوندیم. الان خیلی کج شنوندیم، اوریو شنوندیم. این پیوند گلوس است در تک پیوندی اولوچا اولوبولو. اگر این دیگر گلوس دیگر تک پیوند باشد با بهتر میشد وسیل باشد، لیکن من معنای کارم رو به شما فهمونم. همین تحتی 45 درجه میخوابونیم. من سنگ مونده این رو بستم که این هم خیلی قالب گیرد، ولی باز آیسته آیسته این رو انم قدر میکنیم. ما انم خیلی میکنیم، از دو طرفش پویا میزنیم، سیم میبندیم 3 قطار رو. برای چی؟ این گلوس از همین جا نوده میزند. ما قسمت پویانش رو، پهلوهایش رو شکستیم. پویان رو شکستیم، این رو میشکنیم که نبروید، تنها بولو بروید. انا اینو بروید، انا اینها بولو بروید. هر یک 15-20 سانتی متر دا یکتگی بروید. باز تکرار میکنم، این 2 متر میشد خوبتر بود و انم خیلی پنجه زده میبروید. انم خیلی میبروید راست. این رو شنوندن ممکن در بین درختها 2، بین قطار 3 و غنجایش بسیار میرود. غنجایش درخت و انم قطار هم خیلی بالو میرود. اینجا سیم میشود 3 قطار و در تنه سیم ما میبندیم، تکیه میتیم، چون که شمال شکستنش ممکن بعد میبندد، با وزن میوهش میشکند، خم میزند. اناکنون ما دوام کار رو چیکار میکنیم؟ دوام کار یک ماه پس با من به شما نشون میدم. همین پنجه که از بالا هست، پنجه میزنن. من همین بقومک ها اینش هم میشکنیم. انا این بقومک های بالا بود، قسمتی بالاگی چشمک ها کشوده میشوند و ما این رو به شکل میدراریم. به شکل دراری، همین به شکل دراری نامش اوفو بوده است. برای چی اوفو نمیدونم، یعنی که بنامی کدامی موندگی ده، کدامی کمی رو اختراع کرده است، بنامی هوای موندگی. ما گلاس رو شنوندیم، چخلی که میشنونیم همون خیلی شنوندیم و کمی کچ کردیم. دیدید؟ اکنون از اینجا که میبروید، بعد ما سرباریش رو ریوه میکنیم، یعنی رگولرافکا میکنیم. آنم دیران عزیز، آینده چی میشودین من با شما نشون میدم. این هم یک نوع شکل گلوس بود. این گلوس هم خیلی میشود، آلو میشود، زردآلو میشود، سیب میشود، دلخواه میوه هم خیلی شکل داده میشود، چیندنش آسان میشود. هم دیران عزیز در پناه خدا باشید. باز با شما ما این را آینده نشون میدم.